همه دوستان، امروز میخوام براتون یه چیزکیک انار درست کنم که برای شب یلدا بسیار مناسبه. ما برای این چیزکیک احتیاج داریم به 2 تا بسته بیسکویت پتیبور که آردش میکنیم قشنگ و 150 گرم کره ذوب شده. اینو ما به بیسکویتمون اضافه میکنیم. کره رو با بیسکویت خوب ورزش میدیم که کره قشنگ به خورد بیسکویتمون بره. بیسکویتمون رو میریزیم کف قالبمون. قالبمونم قالب کمربندیه. خوب پخشش میکنیم. خب حالا ما اینو میذاریم داخل یخچال که یه مقدار فشرده بشه به هم. حالا میایم مواد پنیری چیزکیکمون رو میخوایم درست کنیم. احتیاج داریم به 200 گرم پنیر خامه، یه بسته خامه، 6 قاشق پودر قند. شروع میکنیم اینو با همزن دستی هم زدن. خب اینو قشنگ با همزن دستی هم میزنیم یواش یواش تا چند مرحله پودر ژلاتینمون که گذاشته بودیم بخار کتری بنماری بشه با نصف لیوان آب سرد یواش یواش به این مواد پنیریمون اضافه میکنیم. حالا مواد پنیریمون آماده شد. میریزیم روی بیسکویتمون. قشنگ همه جا پخش میکنیم مواد پنیریمون رو و میذاریم داخل یخچال تا خوب خودشو بگیره. این مواد چیزکیکمون رو حدودا نیم ساعت گذاشتیم در یخچال، خودشو گرفت قشنگ. حالا برای مواد رویش میایم یه بسته پودر ژله انار رو با 1 لیوان آب داغ خوب هم میزنیم که ذرات ژله خوب حل بشه. نصف لیوان آب خنک بهش اضافه میکنیم. حالا دونه های انارمون رو روی چیزکیکمون میریزیم. یک کمی از ژلمون رو لایه خیلی نازکی روی انار میریزیم و حدوداً 1 ربع میذاریم در یخچال که نیم بند بشه. این از چیزکیک شب یلداییمون. یه برش هم زدم براتون که ببینین. روشم با ژله